ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی؟ بیا ماه شوق و لذت ایمان کجا هستی؟ بیا ماه پرفیض و نیایش ها هر آسانیم بیا ما همه بر سفرت مهمان کجا هستی؟ ای شبستان قلوب مسلمین آخر بیا ای گذرگاه مسلمانان کجا هستی؟ السلام علیکم مردم و خواهران گرامی، خوب هستین؟ سلامت هستین؟ انشاءالله الله حفظتون کنه. مردم و خواهران گرامی، این هفته 50 اویله رودکی یعنی لینسکی رایون کمک کردیم. الله از هر یک برادر و خواهری که در همین اقدام پهلوی ما از دستگیری میکند کمک میکند راضی باشد. مردم و خواهرانی که میخواهند در همین اقدام با ما باشند کمک کنند، ما نمره کارت را همینجا میگذارم. بسم الله کی چقدر میتونه 100 روبل 500 روبل 1000 روبل قدرت به توانایی در همین اقدام با ما باشید و ما میخوایم در همین ماه شریف رمضان زیادی مردمی که احتیاج به کمک پروداکت دارن کمک رسانیم ان شاء الله. بارک الله فیکم. به طرف نباشین، دستگیری کنین. سلام علیکم و رحمت الله. خیر کردگان خدا جان خیرش ما قبول دارن در ماه شریف رمضان کی مراد دارن با مرادشون رسول خدا جان رزق کنه زیاده گردونه تا هزار رحمتی کنه. رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان امروز قشنگ فرا بزرگ عمرشان دراز شود. شما هم همین وقت آمدیتون شما باید کلون رحمت خواهر جان الهی برکه یابتون رحمت. أولك رحمة وصلاتك مغفرة وفي آخرك عتق من النار رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان هم چه مادر دعاگوی هموناییم که همه وقت کجایم باشن ساق و سلامت باشن مسافریاشان گفتی گپا دوامش بیان در تاجیکستان به خرسندی ها و سری بلند در پیش فرزند و مادراشان زندگی کنن. خدا جان همه وقت ساق و سلامت باشن.
ki Allah'ım müstecayetsin. Allah'ım o'zi g'oyibdan to'ldirib qo'ysin. Yaratgan egam o'ziga qurbon. Taomlarimizni oxirigacha mana shu ihson qilganlarni Allohim Parvardigor ekan namozlarimizda duo qilamiz. Kunimizda jonimiz bor ekanki Allohim mana shularni namozlarimizda duo qilib o'tamiz. Ilohim shukrlarni oson hojatlarni bergan ihsonlarni Alloh dargohida qabul aylasin. İki dünya saadetiga ega qilsin. Ilohim topganlari haj haramlariga yaxshi kunlariga ikki dunyo saodatiga ega bo'lishlikka nasib aylasin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله درگاهda kabul eylesin. Rahmet. حالی بوریگول شما خودتان گرفتاری بیماری قنده نه؟ بیماری قنده فرزندی معیوب دارین؟ دیل دولیم شرایطتان وضبین خاله جان همین چیزو مزهتان چند قشد نیست؟ 7 سال 8 سال همین چیزوی برای شما غریب بچه ها روی کدگی نفر جان گیرین ده حقشان دعاگو باشه همیشه در نمازات رحمت دخترم نظر رحمت همین خانه رو چند قید 7 سال 8 ساله به او رو گرفتیم همین شرایط نیست باشم تو مانده بچه ها کمیت تای خودش باز سرش درمان داره معیوبه هم؟ دقیق غریب بچه ها همیشه دعاگو باشن رحمت هزار رحمت الهیم پروردگار دولتشان خدا جان عیز زیاد کنه خدا عمر کاشان دراز کنه پروردگار پدر مادرشان رحمت کنه حاج بیو حاج بیوی سوزنه شما پجان لایق ورن و از شوهرتان جدا شده با 3 فرزند اجاره نشین نپجان همین چیزا را پجان برای شما مهاجران مردمی که دورای فرزند در غریبی ها دورای همسر دورای مادر و وطنن اما روان کردگی پجان همیشه در حقشان دعاگو باشه ما هم وقت حق فرزند غریب دعا میکنیم پجان شما نرزولای و خدچه 2 تا فرزندی معیوب داره نه؟ این بچه تو معیوبی گروه چنده؟ معیوبی تو 18 سالگی هم ایش چی؟ معیوبی گروهی 2 در خونه آدمی کار میکدگی نداره نپا جان زندگی را با کمک مردم پیش میبره نه؟ از دیوالاتون چند جوش چپا شدگه نمی دیوالاشون پا نیست چپا شدگه یکما شرایط زندگیتون به نهایت وزبین همین چیزا را برای شما اپا جان مهاجرا بچه‌ای که دورای وطن دورای پدر و مادران تشنه دیدار مادران تشنه دعاهای شما روان کردگان همیشه در نمازاتون در حق بچه‌های غریب دعاگو باشید شما اپا جان قربان و حامیه شوهرتون گذشتگی چند فرزند داره؟ این دخترکتون معیوب گروه چنده؟ گروه 1 اپا جان همه چیزا را برای شما مهاجرا روان کردن در حقشون همیشه دعاگو باشه در نمازاتون ای بحریدین همین چیزا را برای شما مهاجر بچه‌ها روان کردگیان بچه‌ای که دورای وطنن دورای پدر و مادرن محتاج دعای شما هستن خواهش میکنیم از شما در نمازاتون همیشه در حق غریب بچه‌ها دعاگو باشین اپا جان شما مادری اشور و دلارام خدا رحمتی همه چیزایی که میبینین اپا جان همه را مهاجرا برای شما روان کردگیان در حقشون دعاگو باشین مهاجرایی که دورای وطن دورای فرزند پدر و مادرن در حقشون همیشه در نمازاتون دعاگو باشین اپا جان من صد بارها پروردگار تشکر میکنم با جمع تشکیلات شما پروردگار کریم کدام مهاجری که در حق همین
این ولیدو پروردگار رای کرده یاردن کرده خدا پروردگار هزار رحمت خدا یکی دادگیشون هزار کنه خدا در غریبی ها در ناخونهشون خار نزنه غریب بچه هایی که دور ای وطنن غریبا بچه‌ای که مسکو دن دور نه هوای روی کردیم پاک پروردگار دیوانی بودیم بیام خالی نمیدن پروردگار ساق سلامت خدمتی کارشان ادا کنیم به وقت خود به کچی پول بازگشت کنم به وطن الله شرایط زندگی اکای عبدالحف میرحمت اکا جان شما معیوبی گروهی چنده؟ معیوبی گروهی دویم چند فرزند دارین؟ دو تا دخترچه مایده ها که نابلیغ دارین در همین شرایط زندگانی میکنن همه چیزهای برای شما مردمی مهاجر مردمی غریب روان کردن در حقشون دعاگو باشن اکا جان اپا جان در نمازاتون در حق بچه هایی که دور از وطن دور از پدر و مادرن در حق همه دعاگو باشه همشه اپا جان شما شکر و محبت ما فهمیدیم که شما در اینجا اجاره نشین نبیره معیوب دارید شرایط زندگیتون به نهایت وزبین است همه چیزایی که میبینن همه چیزای مردم مهاجر مردمی که دور از وطن دور از پدر و مادرن همونا به شما روی کردگن در حقشون همیشه دعاگو باشه مادری عزیز های الهه آمین پروردگار حضرت برای شما نگهبان برای کار کنه شایش کار کنه مشکلاتون رو آسان کنه حاجتتون رو روا کنه نعمت و منوره خودتان گرفتاری بیماری سرطان دخترچتان جدا شدگی با یک فرزند اجاره نشین هستین نه همه چیزا رو برای شما مهاجرا غریبا روان کردگن در حقشون دعا کنین اپا جان پروردگار هم بیدار شده تنی تر شده ای فرزنداشو سیر شدن دولت ها در سر شده بیماری همین آدمای کسلمند یازده میکنن خدا تعالی برکت شده همین درست تنی تر شده خدا پروردگار همین که دایم سربلند من باشه الله جان شما کمال و بیبی گل ما فهمیدیم که دخترتان گرفتاری بیماری سرطان شرایطش وزبین همه چیزایی برای شما مهاجرا روان کردن اپا جان در حقشون دعاگو باشه خیر رحمت کلام خدای تعالی نگهبانشون باشه اپا جان شما عثمان و برگی گل شوهر ندارین دو تا دخترچه دارین معیوبی گروهی دویم هستین نه از عین زمان بیمار هستین همه چیزای اپا جان مردمی مهاجر به شما روان کردن مردمی که دور ای فرزند دور ای مادر در دیدار مادر زارن شما مادر عزیز مهربان در حقشون همیشه در نمازاتون دعاگو باشین درگاهش قبول کنه در این ماه شریف رمضان همین کمک به من بیمار به من معیوب گروهی دو کرده در کجایی که باشه خدا نگهبان باشه مراد مقصدی که داره خداوند جمعه عمل باشه رحمت کلام دیگه گفتم نمیتونم پشت پشت هزار رحمت کسی که همین کمک کرده هزار رحمت کلام